دوستای عزیز، ما در یکی از باغ‌های زیبای ولایت بلخ قرار داریم که اینجا پرندگان را می‌بینید در حال ساتری کردن هستند و تقریبا اینجا 100 پرنده به نام آدمخیره موجود است. جزئیات بیشتر ما می‌خواهیم از باغبان پرسان کنیم. سلام علیکم برادر عزیز. سلام علیکم، خوب هستین جان؟ صحتتان خوب است؟ خیریت است؟ شما بخیر. چی حال دارین؟ شما این باغ از شماست؟ بله این باغ از ما. درست است. شما در این باغ چقدر گل دارین؟ کدام نوع گل ها می باشه؟ ما میبینین با تصویر ببینین گلای زرد است، مرسل است و گلای همیشه بهار است. حالا خلوص خود همیشه بهار خلاص ده، این گلای مرسل مانده و پرنده داریم، دو رقم توتی داریم. بسیار خوب. درباره این پرنده ها در ما بگین. این چقدر تعدادش در اینجا چقدر پرنده است؟ این چیزی که باید 95 دانه هستن. اینا همیشه مثلا جفتگیری میکنه چه میته؟ یا جفتگیری میکنه چه میته؟ این یک میمان از یک لذت میبرن. بسیار خوب. این پرنده ها از داخل است یا از خارج آوردگی؟ این پرنده از خود این از پاکستان آوردیم. بسیار خوب. اینمی که در پنجره استاد است این چیچه هسته؟ چیچه هسته؟ میدونی چیچه هسته؟ دیگه در حساب خوراک از اینا از کدام نوع دانه استفاده میکنه؟ یا ارزن هم میخوره، نان تاکدگی هم میخوره، رشقه میخوره، خلفا میخوره. بسیار خوب. غیر از این پرنده ها دیگه هم پرنده دارین شما در اینجا؟ حالا پرنده نیتاله نداره، خب میاریم این وقتا. فکر میکنم بالای از این پرنده ها اوبازی هست. اوبازی بله. استخ هست دیگه. بله. خب چقدر در این باغ درخت های میوه‌ای می باشه؟ درخت های انار است و بادام است، میبینیم با تصویر دیگه، ناک است و سیب است. حال سیب و انارایش هست و ناکش و بادامش ما چیندیم خوردن دیگه. خب پیشتر میریم همون گلاب بسیار زیبا معلوم میشه، نزدیکتر تماشا کنیم بهتر نیست؟ بله. واقعا اینی قسمت ها خیلی زیبا معلوم میشه. بله. این باغ شما در کدام قسمت ولایت بلخ موقعیت داره؟ این باغ در نوبت قلعه خان است، کوچه لاوه، مربوط پروژه اندک میشه. بسیار خوب. واقعا خیلی سرسبز، خیلی اساس معلوم میشه. ایره زیادتر کی تو اسلام میکنه؟ ایره خود ما قیچگاری بیم، مثل کاریش خودم میکنم، چتشه و برگاهش و خودش چایلای تاکن. بله. این قسمتاش دیگه پارکینگ موتر است. این پارکینگ موتر تا یکان نفر می پارک میکنه موترش همیشه دوستا می آشنا می. یک دروازه داخلی سی دروازه خروجی است. هم تک حساب. آمد اینجا باز هم ایتو برآمده بره. بسیار. در اینجا روزهای جمعه کدام تفریح میله و بعض گپای دیگه هم هست؟ والا کسی خونه میاد قومو میایه. بسیار خوب. بیگانه را اجازه نداره. فعلا هوا سرد است و حال همچنان درختام تو شکوفه نداره. بله. دیگه شاید در فصل بهار بسیار میماندار باشی. بله فصل بهار قومو میایه دیگه میشه. از جرمنی، استرالیا میاد، چینایی میاد، چین میاد. یعنی قوم از کشورهای مختلف میاد دیگه. بله. بسیار خوب. در آخرین دقایق برنامه ما قرار داریم. ما خواستیم که از باغ شما یک دیدن بکنیم، چون ما در هر جای رفتیم مثل باغ شما ندیده بودیم. در آخر کدام پیام گفتنی داشته باشی؟ والا پیام ما اینه که مردم بیاد افغانستان خدمت کنه. حالا افغانستان آرومی شده، صلح برقرار شده، مردم بیای پس وطن خدا جور کنه، دیگه کنه هر کس کم یک باغ آبادی کنه، افغانستان گل گلزار میشه. واقعیت از در گفته شما هر کس بیاید در وطن خود کار کنه، این تو سرسبزی باغ جور کنه و تفریحگاه جور کنه و مردم آرام باشه و اینمی کلش یک خدمت است. بله. اینم پیشوی ما را ببینید که رشقه کاری داریم، یک سرسبزی برای سرک و برای چیز دیگه، همه جای سرک است. و همچنان سرسبزی میتونه اکسیژن تولید کنه. بله. که به خاطر تنفس خیلی مهم ضروری می باشه. اکسیژن پاک هر درخت تقریبا یک نفر اکسیژنش تولید میکنه. تشکر از مصاحبه شما، خوش شدیم دیگه. ما میریم یگام جای دیدنی دیگه را باز به تصویر میکشیم. سلامت باشید، خوش شدیم. همچنان.